کردها به دلیل تاریخ پرفراز و نشیبشون و فرهنگ غنی که دارن نقش زیادی تو تاریخ ایران و جهان ایفا کردن. یکی از مهمترین گروه‌های کرد کرمانج ها هستن. سلام، من حمید خسروی ام و امروز از کردهای کرمانج میگیم خدمتتون. کرمانج ها یکی از بزرگترین گروه های قومی کرد هستند که ریشه‌شون به مناطق کوهستانی کردستان برمیگرده. این گروه تقریبا نیمی از جمعیت کردها رو تشکیل میده و به زبانی صحبت میکنن که بهش میگن گویش کرمانجی. گویش کرمانجی قدیمی ترین شکل زبان کردی حساب میشه و پر از واژه ها و قواعد اصیل کردی. کرمانج ها از نظر فرهنگی، موسیقی، لباس و سبک زندگی تفاوت خاصی با بقیه کردها دارند و این باعث شده خیلیا ازشون به عنوان نگهبانان فرهنگ اصیل کردی یاد کنن. کرمانج ها تو کشورهای مختلف زندگی میکنن و به خاطر پراکندگیشون سبک زندگی و شرایطشون با هم متنوع است. تو ایران بیشتر کرمانج ها تو مناطق شمال شرقی و شمال غربی زندگی میکنن. خراسان شمالی مهمترین مرکز جمعیتی کرمانج هاست و شهرهایی مثل بجنورد، قوچان، شیروان، اسفراین و درگز از اصلی ترین سکونتگاه هاشونه. کرمانج های خراسان به خاطر کوچ اجباری که تو زمان صفویه و افشاری رخ داده به این مناطق اومدن. کرمانج ها تو جاهای دیگه ایران مثل آذربایجان غربی، گیلان، دماوند و حتی سیستان و بلوچستان هم هستن. اما ترکیه بیشترین جمعیت کرمانج ها رو داره که بیشترشون تو مناطق شرق و جنوب شرقی ترکیه پراکنده هستن، مثل استان دیاربکر، وان، ماردین و شانلی اورفان. تو سوریه هم کرمانج ها بیشتر تو شمال کشور به خصوص تو مناطق جزیره و کوبانی زندگی میکنن. تو عراق هم میشه کرمانج ها رو تو مناطق شمالی و کوهستانی کردستان عراق پیدا کرد. یه بخشی از کرمانج ها به خاطر مهاجرت تو کشورهای دیگه مثل ارمنستان، آذربایجان، گرجستان و حتی اروپا زندگی میکنن. این مهاجرت ها اغلب به خاطر جنگ، سرکوب یا مشکلات اقتصادی بوده. واژه کرمانج از نظر ریشه شناسی و معنی داستانها و نظریه های مختلفی داره. مثلا رایج‌ترین تلفظ در خراسان و بین بیشتر کردهای ایران، ترکیه، سوریه و عراق کرمانجه. کردمانج هم یک تلفظ قدیمی‌تره که تو متون تاریخی بهش اشاره شده. چندین نظریه هم در رابطه با ریشه معنایی واژه کرمانج وجود داره. مثلا یکی از نظریه ها میگه که کرمانج از ترکیب دو واژه کرد و مانایی تشکیل شده. مانایی ها یک قوم باستانی در مناطق کردستان بودن که تو قرنهای اول قبل از میلاد زندگی میکردن. اونا تمدن مهمی تو کوههای زاگرس داشتن و به نوعی از نیاکان کردها محسوب میشن. بر اساس این نظریه کرمانج به معنی کردهای مانایی. بعضی زبانشناسان معتقدن که واژه کرمانج از ریشه پهلوی یا اوستایی میاد و به معنی مردمان کوهستانه یا ساکنان کوهستان. این تفسیر با سبک زندگی کوهنشینی کرمانج ها همخوانی داره. یه نظریه دیگه میگه که کرمانج به معنی اهالی منطقه کرمانه یا کسانی که از کرمان به کردستان کوچ کردن بوده. این نظریه کمتر مورد قبول قرار گرفته چون ارتباط مستقیمی بین کرمان و کردها دیده نشده. بعضیا معتقدن که کرمانج به معنی چوپان یا رعیت بوده و بعدها به عنوان نام قومی استفاده شده. اما همونطور که گفتیم خراسان شمالی قلب سکونتگاه کرمانج‌های ایرانه. شهرستان‌هایی مثل بجنورد، شیروان، اسفراین، فاروج و درگز بیشترین جمعیت کرمانج‌ها رو دارن. کرمانج‌ها تو خراسان رضوی هم پراکنده هستن، به ویژه در قوچان و اطراف مشهد. همچنین تو بخشایی از آذربایجان غربی مثل ماکو، خوی، سلماس و ارومیه کرمانج‌ها کنار سایر اقوام مثل آذری‌ها و ارمنی‌ها زندگی میکنن. تو گیلان مخصوصا مناطق کوهستانی مثل رودبار و تالش گروه‌هایی از کرمانج‌ها ساکن هستند. این حضور اغلب به کوچ‌ها و مهاجرت‌های تاریخی برمیگرده. تو استان ایلام و کردستان هم گروه‌ها کرمانج‌ها هستن که بیشتر تو مناطق مرزی پراکنده شدن. اما همونجور که می‌دونین تمرکز اصلی کرمانج‌ها تو خراسانه که به دوران صفوی برمیگرده.
صفوی‌ها برای حفاظت از مرزهای شرقی ایران بخش بزرگی از کرمانشاه رو از غرب ایران به خراسان کوچ دادن. خراسان شمالی امروز به نوعی مرکز فرهنگی کرمانشاه است و زبان، موسیقی و رقص کرمانچی تو این منطقه بیشتر از جاهای دیگه زنده مونده. کرمانشاه در کنار اقوام دیگه مثل ترک‌ها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها و حتی ارامنه زندگی میکنن و در همزیستی مسالمت‌آمیز هستن و حتی سنت‌ها و زبانشون هم بر هم تأثیر متقابل گذاشته. اما همونطور که گفتیم داستان کوچ کرمانشاه به خراسان تو دوران صفوی اتفاق افتاده. میگن که تو اون زمان دوره شاه عباس صفوی اون تصمیم میگیره که گروه بزرگی از کرمانشاه رو از غرب ایران به خراسان بفرسته. این کوچ اجباری هم به دلیل سیاسی و هم نظامی بوده که عرض میکنیم خدمتتون. فقط قبلش اگه تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده حتما حمایت، لایک، سابسکرایب یادتون نره. صحبت از صفویان شد. ما تو پادکست پادیسم که از اکثر پادگیرها منتشر میشه داریم از صفویان میگیم. آدرسش رو هم این زیر میذاریم هم لینکش رو مینویسیم تو دیسکریپشن. خب بریم سراغ موضوع خودمون. در زمان صفویه مرزهای شرقی ایران به ویژه خراسان همیشه در خطر حمله ازبک‌ها و ترکمن‌ها بوده. شاه عباس هم برای اینکه این مرزها رو امن کنه کرمانشاه رو که به جنگاوری و اتحاد قبیله‌ای معروف بودن به خراسان کوچ میده. این اتفاق حدود 400 سال پیش میفته و البته دلیل این کوچ هم فقط حفاظت از مرز نبوده. صفویان میخواستن با جابجا کردن کرمانشاه قدرت خانهای کرد منطقه غربی ایران مثل کردستان و آذربایجان رو هم کم کنن تا تهدیدی برای حکومت مرکزی نباشن. کرمانشاه بعد از کوچ تو مناطق مختلف خراسان پراکنده شدن ولی تمرکز اصلیشون تو خراسان شمالی و رضوی بوده. علاوه بر این کرمانشاه به کشاورزی و دامداری هم خبره بودن و تونستن زمینهای اون منطقه رو آباد کنن. یه سوالی هم که اینجا پیش میاد اینه که آیا قبل از صفویه هم کردها تو خراسان بودن؟ بله. پیش از صفویه هم بعضی از کردها تو خراسان زندگی میکردن. برای مثال تو دوره سامانیان و غزنویان گروهی از کردها تو خراسان پراکنده بودن ولی تعدادشون زیاد نبوده. بیشتر این کردها کوچ‌نشین بودن یا به عنوان سرباز با حکومت همکاری میکردن. کوچ کرمانشاه تو دوران صفوی تأثیر عمیقی روی خراسان گذاشت. مثلا کرمانشاه کم کم یکی از بزرگترین گروه‌های قومی خراسان شدن و فرهنگ، زبان، موسیقی و رقص محلی خودشون رو به خراسان آوردن. مثلا رقص هلپرکی و چوبی که هنوز هم تو خراسان انجام میشه. امیدوارم تلفظشون رو درست بگم. در نهایت کرمانشاه نقش اصلی رو تو حفاظت از مرزهای شرقی ایران داشتن و ازبک‌ها و ترکمن‌ها رو عقب نگه داشتن. کرمانشاهای خراسان از چند ایل و طایفه بزرگ تشکیل شدن که هر کدومشون ویژگی خاص خودشون رو دارن. چند تاشون رو بگیم. ایل زعفرانلو یکی از معروفترین ایل‌های کرمانج خراسانه. اینا بیشتر تو شمال خراسان زندگی میکنن و به جنگاوری و حفظ مرز معروفن. ایل بعدی کیکانلو. این ایلم بیشتر تو خراسان رضوی و شمالی پراکندن. به کشاورزی و دامداری مشغولن و تو مهمون نوازی زبانزد خاص و عامن. ایل قهرمانلو یکی از ایل‌های قدیمی کرمانج که بیشتر تو بخش‌های شرقی خراسان سکونت دارن. کرمانج‌ها بخش مهمی از هویت فرهنگی و تاریخی ایران هستند. این قوم نه تنها در حفظ زبان و سنت‌های خاص خودشون نقش داشتن بلکه تأثیر زیادی در موسیقی، ادبیات و زندگی اجتماعی ایران گذاشتن. موسیقی کرمانجی با لحن‌های خاصشون و اشعار فولکلورشون هنوز هم در بین مردم محبوبن و من شخصا خودم عاشق آهنگای کردی ام، به ویژه کرمانجی. حالا اینجا جاش نیست وگرنه الان براتون میخوندم، ببینید الکی نمیگم. خب دوستان، این بود یک نگاه کوتاه به تاریخ، فرهنگ و پراکندی کرمانج‌ها. از نقش مهمشون تو حفاظت از مرزهای ایران گفتیم تا سنت‌ها، موسیقی و زبان خاصشون که یک گنجینه ارزشمند برای ایرانه. اگر براتون جالبه از تاریخ اقوام ایرانی، مکانهای گردشگری ایران، اصلا تاریخ ایران بدونید، حتما کانال ما رو دنبال کنید. پس در آخر لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا دیدار بعد، بدرود.